آهسته‌شان با صدای زندگی پیوسته‌شان با صدای بی‌غباری کودکی با صدای تابداری زندگی با صدای بی‌غباری کودکی با صدای تابداری زندگی الوداعی پنج و چاری کودکی خیر مقدم پنج و چاری زندگی الوداعی پنج و چاری کودکی خیر مقدم پنج و چاری زندگی تا ختم با خطی دفتر جور شد ای معلم چشم تو کم نور شد راست کردی کج مکج خطهای من تا نویسم راست تاریخی وطن راست کردی کج مکج خطهای من تا نویسم راست تاریخی وطن الوداعی پنج و چاری کودکی خیر مقدم پنج و چاری زندگی الوداعی پنج و چاری کودکی خیر مقدم پنج و چاری زندگی الوداعی پیش دامان سفید خیر مقدم بخت و ارمان سفید ای در و دیواری مکتب یک دعای خیر از صدق و صفا الوداعی پنج و چاری کودکی خیر مقدم پنج و چاری زندگی الوداعی پنج و چاری کودکی خیر مقدم پنج و چاری زندگی خیر مقدم
خدایی که جان آفرید کلامی سخن اندر زبان آفرید با عرض سپاس اخلاص به پایان سلام و درودی ما را بپذیرید خوانندگان استادان و پدر و مادران گرامی سراول قدم‌های نخست یکایک شما را به این درگاه پرمعرفت نوری دیده تاجی سر می‌گوییم و بعداً پدر و مادران عزیز چخیلی که به همگان معلوم است سروری دولت محترم امام علی رحمان پیوسته در پیام‌هایشان در مسائلی که هر روز تاکید می‌کنند ابراز می‌دارند مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت درست فرزند هر روزه همه جانبه در پیام‌هایشان تاکید می‌کنند که پدر و مادر در مدت 11 سالی که فرزند در تربیت او است در تربیت مکتب و معارف است باید اهمیت جدی دهند و یکی از مسائل مهم دیگر این است که از پراکنده شوی و جدا شوی عائله‌های جوان و برای همین ما همراه خوانندگان صف‌های 7 و صف‌های 8 به خلاصه آمدیم که درس نمونوی را که همچون وابسته به پیام سرور مملکت یعنی امام علی رحمان است سالدیم عائله سرگاه تربیت پدر و مادران عزیز فرزندانی که در دست شما هستند این امانت خداوند است بیاید آن امانتی که در دست ما و شماست به امانت خیانت نکنیم و آنها را به راه درست زندگی پیوسته هدایت نماییم ما و شما هستیم هر آنچه که در این راه خوانندگان خیال کردن استفاده برای تا به خود کم و بیش یک چیز بگیرید دولت جناب عالی محترم امام علی رحمان نیز ویرانشوی عائله‌ها و زنده یتیم ماندن هزارها فرزندان بیگناه را یکی از مشکل‌های اساسی جامعه رشدیابنده ما شمرده در ملاقات با زنان مملکت چنین تاکیدها نموده بود حتی بعضی کودکان عموماً از مهر و نوازش و دستگیری مادی و معنوی والدین محروم گشته بپرستار میمانند و عاقبت دست به جنایت و کارهای ناشایسته میزنند بنابراین پیش از همه خانه‌دارشوی و سازمان دادن عائله جوان باید به زندگی مستقلانه آماده باشد پدر و مادران وضعیت را همه طرفه آموخته سپس به عائله‌دار شدن جوانان کمک کنند بعضی مادران و دختران خود مدنیت عائله‌داری و طرز درست روزگارداری را یاد نمی‌دهند یعنی آنها را به حیات مستقلانه آماده نمی‌کنند طبیعی باور سر می‌زنند و در بعضی روایت‌ها به پاسخگویی عائله می‌انجامند سروری در 2015 دست و رکن ابتدا و اساسی دولت حسابیده می شود. از این رو برکنار نمودن عائله‌های سالم مستحکم وظیفه عهد جامعه و والدین می باشد. سرور دولت محترم امام علی رحمان سال 2014 تعلیم و تربیت واقعا هم روندی بس و مرکب پرتضاد و زحمت طلب و تحقیق آنها نیروی زیاد جد و جهد پیوسته می‌خواهد و تعلیم و تربیت شایسته نسل نو است نهادهای گوناگون مسئولند ولی از این میان سه نهاد اساسی عائله مکتب جامعه سرور دولت محترم امام علی رحمان سال 2010 عائله همچنین بساط کوشش کشورمان برای حفظ آن و تحت همکاری مادر و کودکان از طرف حکومت کشورمان چاره‌های ضرور اندیشیده است. سرور دولت محترم امام علی رحمان سال 2013 سرور دولت در مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مخصوص تاکید گردید پدر و مادر نه در یک خط در یک روز ختم مکتب بلکه از روز تولد فرزندشان برای تعلیم و تربیت او دقت جدی دهند و برای به کمال رسیدنشان شرایط فراهم آورند و ضبط او را برای درست کسب بیدار سازند ولی متاسفانه هستند پدر و مادرانی که بعد از 11 سال تنها در دوره ختم مکتب و آزمایش‌های تستی خبردار می‌شوند که فرزندشان باید صاحب کسب و اختصاص شود. سلام ای همه اهل جهان داناتر این سلام است که ما از دل و جان آورده ایم تحفه از دیده و دل بحر جانان آورده ایم سلام و درودی پر از مهر و محبت سلامی درودی پر از مهر و محبت سلامی پر از اخلاص و سعادت سلام پر از سرشار مهربانی سلام پر از نگاه خجل کننده نثارتان باد استادان مهمانان و پدر و مادران عزیز ما خوانندگان صنف 8 و 7 مؤثر مذکور درس نمونوی که بخشیده به اعلام گردیدن سال عائله
حس کردن مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزند، کاسته شدن آداب و اخلاق در جامعه و پس شدن صفت خوانش خوانندگان در جمعیت و ساحه‌های معارف تشکیل کرده شده است. می‌خواهیم پیشکشتان گردانیم. استادان و والدان عزیز، البته باید کار کرد که مکتب یکی از ساحه‌ها میباشد که ما را به مرتبه‌های خیلی بلند بوده میرساند و نگفته نماند که جامعه و جمعیت امروزه در دست ما و شماست. پس بیایید جامعه سالم را از اولیه سالم شروع کنیم تا اینکه جمعیت ما سالم گردد. بعضی پدران و مادران تربیت فرزندان خود را به مکتب حواله نموده چنین میپندارند که گویا کار تعلیم و تربیت فقط وظیفه مؤسسه تعلیمی میباشد. تاریخ گواه است که از تربیت فرزند اهمیت خاص ظاهر نموده برای تربیت وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی، دانش‌آموزی و معرفت‌پروری، جوانمردی و اخلاق حمیده و نظم و ناموس و فرزندان خود همیشه تشویق می‌کردند. از این رو هر یک ما و شما پدران و مادران عزیز را ضرور است که فرزندان خود را با راه درست انجام عملهای خیر و ثواب، آموزش علم و هنر و از راهنمایی تکنیک و تکنولوژی نوین شرکت در کارهای جمعیتی و آبادانی های مهمی پدر و مادر هر یکی ما را وادار می‌سازد که تا در تعلیم و تربیت فرزندان خود تمام تدبیرها را اندیشیده آنها را در سوی قله‌های مراد رهسپار نمایید. زیرا فرزندی صالح و خوش اخلاق و با هنر و دانشمند ثروت بی‌بهای پدر و مادران این آداب و اخلاق فرزندی اوست. می‌یابد و این معنا آینه نفت که جمعیت ما فراگیری نشانداد دستور و هدایت دولت صاحب استقلال دموکراتی و دنیوی میباشد. چون بود اصل گوهر قابل تربیت را در او اثر باشد. هیچ سیقل نکند داند قدر آهن را که بدگوهر باشد. برای نایل شدن به این مقصد میباید که خودی جوانان را به تشکیل عائله جسمند و روحان آفتاب یافته تیار نمایید. پدران و مادران عزیز، کودکان شما نزدتان امانت است و کوشش کنید که این امانت را حفظ کنید و از حاصلش بهره برید. برایتان در این چند مدتی که با هم هستیم پیش از همه صبر و تحمل و بردباری را تمنا داریم. اینک در نوبت اول سلامنامه. سلام بهشت جاویدان و پایاندازی پیش پایت کرد و تمام زیبایی و احترام را یک جایه نمود و در زمین مادر آفرید که امروز آفرنده نسل آدمیزاد در روی زمین به شما رفته شایسته تحسین و آفرین است. سلام بر آن مادری که دور از فرزند است، جان زندگی دارد و آرزوی دیدار فرزندانش را دارد. سلام بر آن مادری که زحمت‌های بی‌بها را بهر تولید و وای رسانیدن فرزند خود پشت سر می‌کند تا آن موجود شریفی که رسیدن به مرحله کمال تنها بالداگی تو میسر می‌شود. زندگی تو عشق ورزیدن، دوست داشتن، فداکاری نمودن است. سلام بر آن مادری که امروز بیمار است و به دلبرداری نیاز دارد. شود مادر فرحمند. اگر مادر ببالد با جگربند، پدر گردد ز مهر خویش خرسند. از این هر دو بقای زندگانی است، از این هر دو بقای زندگانی است. دلجو و غمخوار پدر خواهد که فرزندی وفادار به تحسینی همه باشد سزاوار. از این هر دو بقای زندگانی است، از این هر دو بقای زندگانی است. فرزند دوام عمر انسان باشد، نیروی دل و حلاوت جان باشد. مادر چو درخت است در این باغ جهان، بگذار که میوه‌اش فراوان باشد. بنجر و بسپر ولیکن با جوهر صد هنر برآید، با کم و بیش ملت خود با کم و بیش جهان ستیزد. آنجا که بره خون نافش باید که خون دل بریزد. و نورش گرچین خورشید خواهد فرا گیرد جهان نیرو سراسر. نمیگردد ولیکن آن برابر با این پرقوتی با مهر مادر. هیچ نعمت بهتر از فرزند نبود در جهان، تا تواند این ثمر با رنگ و بوی خوش رسان. رنگ خوش بوی خوش است و رنگ خوش عقلی رساست. این دو معنی گر نباشد زندگی ما را خطاست. حیفی فرزند که به عار و به ناموس شود، وقتی پیری پدر و مادر او خوار شود. پدر از خدمتی فرزند نباشد راضی،
در دو عالم به غم و غصه گرفتار شود. مادر تو بهترین ارمانی، شادی به دل و به خاندان احسانی، از فیض نوازش از منور عالم در درد همیشه جاویدان میمانی. هر کی او را پیشه بدخویی بود، کاری او پیوسته بدگویی بود، خوی بد بر تن بلای جان بود، مردمی بدخوی نه از انسان بود. زیخم خواب به دو دارد آزادی، صحنه‌چه اوید به تربیت درستی فرزند و اهمیت جدی دادن به فرزند. فرزندانم، شما باید رنگ من آدمی پول و مال باشد، چون که پول باشد اگر دنیا را میتوانید خرید. مادر جان، شما مگر در پیدا کردن پول و مال از هیچ کس مدد نمیخواستید؟ از هیچ کس بهترم. عجیب مادر جان، شما مکتب نخونده اید، از کجا میابید پول رو؟ ای کودکی یک رو کارا چی؟ رو کسی دوگانه های بزگو من کار دارم. آچه جان، دوگانه هایم همه مثل اکا مکتب میخونند، اما من نه. با کجا روم؟ پیش کی روم؟ گفتگی بر این اکت که اومد گوی من کار داشتم، شاید باید پیش دوگانه هم روم، فهمم که خانه ها را خوشون تازه کند و به تو خوراک بیارم. من هم خطرتون روم آچه جان؟ نه، گفتم که نه، خیلی من رفتم. آها، آچه نیست، اکا نیست، خودم شیشته خوندم نوشتن رو یاد میگیرم. آقا چه آچه کنی؟ آچه نزدی دوگانه شو رفتن، گفتم باید خونه ها رو تازه کنید. تازه میکنم بعد درسی هم را میکنم که فقط در مکتب نمایندگانی ساحه موارد میآیند. اکا جان، نمایندگان بیایم مگر به تو پول میدهند؟ نه آشا جان، برای خونش خوب و الله رفتار نبی آنها رحمت میگویند که رحمت بیز جانزی همه پول ثروت است. اکا جان، من هم کلان میشوم، رنگی شما صاحبی رحمت و آفرین میشوم، بعد آچن در نزد همه فخر میکنند. آشا جان، خانم به تو کمک میرسونم. چی خیر؟ آخر مرا آچن مکتب رفتن نمیموند کو؟ یکان چورهش رو میبینیم. آچا جان روزنامه رو میبینه. ها آچا جان، همش دار آچا جان روزنامه رو فراموش نکنید. دیگر بیکار موندم، دیگر چیکار میکنم؟ آچا جان، آشا را به مکتب دیم چی مثل دیگر دخترها تحصیل بکنند. تو اکی باز دیرکتور خانه شدی طلبه قبول میکنی؟ نه آچا جان آخی. بس من هیچ دانستن نمیخوام، کار دارم. وقتی مکتب شد آچا جان خواجه و خیلی رفتم. رو بچه ها فردا مجلس پدر مادر همتون در خانه هایتون گپ زنید. معلم، مادری من اومده نمیتواند چون که همسایه‌مون بندگی کرده است. معلم، مادری من هم اومده نمیتواند چون که پگام و محرکه داره. معلم، مادری من هم اومده نمیتواند، پدرم به کار است، خواهرم در خانه تنهاست. خوب شده است استاد. من نمیدونم. معلم گفت که باید همه پدر و مادر بیان که همه در مجلس اشتراک کنند. من نمیروم. برای چی روم؟ یگان مشکلی نداری، همه چی داری. نه من نمیروم. اگر در بالای پول باشد هم پول هم نیست، فهمیدی؟ آچا جان، مگر من فرزند شما نیستم که به من اهمیت نمیدهید؟ اینا با معلمت بگو که اول به تو آداب میشد، رفتار میشده بعد مجلس گذارم. فهمیدی؟ محمد آمد. بچه ها علیشه رو ندیدید؟ در کجا از شرط که در مکتب نیست، در مجلس هم اشتراک نداشت. من از راه این خیلی انتظار نبودم. من یک به خونه‌اش رو رفته بینم چه گپ شده باشه. سلام اپا جو، من روبر سیم پسرتم علیشه. و علیکم سلام، پسرم نیست که اومدم بیاید گپ زنید همراهش. در کجا هستن؟ چرا که در مکتب نیست، در مجلس هم اشتراک نداشت، نه شما و نه من. خودم حال میکنم وقتی با شما گفتگوزار ندارم. ای مادر عزیز، نخواهی خیلی پسری عاقل دانا مادری به مسئولیت داشته باشه. السلام علیکم. اینش باز کیست؟ السلام علیکم اپا، من امروز ربی نازی منطقه نیا. فرزند شما که هم بالغ است با دمان مست به فطران امروز دست بدنیا از نقشدار دوستی دادن که آنها در محبس نظارتی است.
شما مگر دیوانه شدید؟ شاید پسر من به خانه اکم رفته بکن مانده چنین سخنها رو میگویید. در حالتی که فرزندتان نه به خانه نه به مکتب میآمد شما در جور دارید مگر مادر نیستید؟ حیف شما بر مادر. آی خدایا من چیکار کردم که یک فرزند عاقل و دانایم را دیدم و دانسته به دست اوباشان دادم. دخترم را باشد از تحصیل باز داشتم. مگر من مادر هستم؟ دل مادری داشتم که هدیه خداوند برایم عطا کرده را نگاه کردن نتوانستم. به جای تعلیم و تربیت خود جدی دادنم را به پول و مال عوض کردم. خدایا مرا ببخش، از کارهایی کردم پشیمانم. مکتب در صورت با تشکل اخلاق رفتار و دانش آموزی کودکان بیشتر فقط نگردد که اگر پدر و مادر به مکتب رابطه دائمی داشته و تعلیم و تربیت خودی فرزند جدی مشغول باشد، تعلیم و تربیت خودی فرزند از عائله شروع می‌گردد و در نتیجه در همکاری آموزگاران والدان سرقه می‌یابد. مشاهده و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که یک گروهی والدان نتیجه حقوق و اطوار فرزندانشان را به طور کافی نظارت کرده باشند هم در تربیت آنها معصوم نمی‌شمارند. از همکاری با آموزگاران و راهبر صنف‌ها در مجموع با مکتب و در بعض موردها کناره‌جویی می‌نمایند. با مجلس‌های صنفی و عمومی مکتبی چاره‌بینی‌های گوناگون تعلیمگاه‌ها به طور لازم اشتراک ندارند. ملک‌های تربیت را کودک از بطن مادر یعنی عائله میگیرد. قدم‌های اولیه تقلید و رفتار و گفتار والدان محیط عائله باعث در کودک پیدا شدن خصلت‌های گوناگون ثابت می‌گردد. تربیت درستی فرزند پدر و مادران صاحب عقل و صاحب معرفت برای آنکه در تربیت میبرند و جهان معنوی فرزندان را با گفته‌های بزرگان وای میگردانند. فرزندی که به گپ پدر و مادر گوش دهد هیچ وقت در زندگی سرخم و دل شکسته نخواهد شد و هیچ وقت در نیمه راهی زندگی ناچار نخواهد ماند. در تربیت فرزند وقت نیابد، دانش مکمل پداگوژی و پسیکولوژی نداشته باشد، میتواند برای فرزند را تربیت نمودن مربی خانگی گیرد و به آن مزدی می‌نهد. تربیت انسان عمل خیلی حساس و ضرور است. اگر فرزند ظالم و بی‌رحم، نادان و کژرفتار تربیت یابد، به آدم به معرفت می‌شود. به معرفتی انسان را بالای بد می‌برد. شخصی به معرفت کرداری غیر انسانی را به جا می‌آورد. او کاری را اجرا می‌کند که به شأن و اعتبار آدم نمی‌زیبد. آدم همان وقت دزد و غارتگر، آدم کش و بدکین می‌شود که خیرات نداشته باشد. خیرات از خواندن، دقت دادن به عمل‌های نیکی آدمان عجیب پیدا می‌شود. از این روز کودک در عائله خصلت‌های عجیب و یا از والدان و یا از آنهایی که خدمت مربی به جا می‌آورند و می‌آموزند. زیاد نمودنی و دانش آوردنی را تأکید می‌کند و مسئله اهمیت و کمک رسانی می‌گذارد. او کرده به اعتبار آدمان را در همین مسئله می‌داند، مخصوصا به پیران درماندگان کمک و رساندن را یکی از واسطه‌های بزرگی می‌شمارند. همه یکون بر پیرانی بی‌کس کسی که از این شیوه بر پیری رسید. آنهایی که از صفت‌های مذکور برکنارند و تربیت آنها نهایت دشوار بوده، والدینشان خود ادب کامل نداشته، عیب را به گردن مکتب، معارف و معلمان بار میکنند. در حضور همه معلم را تحقیر نموده، فرزندانشان را طرفگیری مینمایند. این عالم نامبارک بوده به کودک صدی عظیم میگذارد. پیداست که در تربیت فرزند عائله نقش مؤثر را دارد. خوشبختانه در بسیار عائله‌ها به تربیت فرزند اهمیت جدی می‌رسانند. فرزند این قبیل دارای اخلاق عمیده و ذهنی پررو میباشند و مسئولیت شناسند و از خود کلان را عزت و حرمت میکنند. هر یک پدر و مادر وظیفه دارند که نه تنها به تامین و خانه گرداندن طلبات مادی کودک و بلکه آداب و اخلاق او را تا اندازه ضروری براه دارند. این شکل تربیت تنها بر ذمه مؤسسه‌های تعلیمی نبوده وظیفه پدر و مادر نیز است. باید اقرار شد که اکثر وقت در فعالیت فرزندان اشخاصی دارای منصبدار کمبودی‌های جدی به نظر می‌رسد. در رفتار کردار ایشان و پسندانه سرکشی بوهوسی خصلت‌های منفی مشاهده می‌شود. بلیز که به مناسبت والدان و فرزندان نوشته است:
مناسبتی بین والدین و فرزندان باید در پایه محبت عاقلانه اساس یافته باشد. محبت باوری طرفین را تحکیم میبخشد. پدر در برابری پدر بودن باید با فرزند خویش دوست هم باشد. غمخوار اول باید راجع به آن باشد که فرزند اسرار دلش را از پدر پنهان نکند و با غم و خرسندی صادق کردن عمل ناخوش و عموما برای مصلحت پیش از همه نزد پدر آید. مسلمانی که اکموز در بخش که فرزند از سری گرانبایی خود مسلمان میگوید باید از باید نه فرزند را ما بیاموزی تا حتی بردن شوقتی پدری به جای آورده باشی هر نال فضل روز بخوری مسئله تعلیم تربیت نسل دولت همیشه از موضوع اون جمعه به شمار میرود. بگذار پدر مادر با مکتب و معلم و فرزندانشان همکاری کنند یکجا با تعلیم و تربیت درست نسل نورس را به پایه رسانند. در خصوص نادانهای سخن راندن باز رو میآوریم و پند و خردمندانه کیکاووس هنر دیگر است و پیشه دیگر. تربیت فرزند هم زحمت مادر را راه می‌گردد و از دست نبودن فرصت در روند مرحله‌های تربیت عامل خیلی مهم حساب می‌شود. تربیت کودک شروع می‌گردد و بعد تولد کودک در خانواده ادامه می‌یابد. مرحله اولی تربیت که هنوز از بطن مادر سر می شود برای تربیت طفل خیلی مهم بوده آن را پدر و مادر اهل خانواده مقصدناک استفاده برند. واقعا هم خوشبخت انسان است که پدر و مادری او با سواد و دارای کمالات بلندی معنوی اند و از فرصتی به تربیت جدا شده خیلی عالی استفاده می نمایند. راه و سوی تربیت فرزندان عائله‌های گوناگون از همدیگر البته فرق می‌کنند. عائله‌هایی که دارای معنویات بلند، مناسبت‌های صمیمانه، مهربانانه، محبت و احترام می‌باشند فرزندانشان تربیت خوب بگیرند. در عائله‌هایی که بنیاد آنها را در غلیظ، فریب و نیرنگ، زورآوری، خانه نمودن همه گونه طلبات‌های فرزند و غیره تشکیل می‌دهند. فرزندان نیز دارای چنین خصلت‌های پس می‌روند. مقدار دیگر موضوع گرچنده در چرابی‌ها و مجلس و مشورت‌های گوناگونی تعلیمگاه‌ها و سیرخانه‌ها شرکت ورزیدند هم در حل و فصل مثال روز مسئولیتی بلندشان نمی‌دهند. چنین فریب‌گری و بی‌اهمیتی آنها نه تنها آینده فرزندان بلکه رشد و نمو آینده جامعه را نیز زیر خطر نهاده می‌تواند. زیرا که آنها موقع انتخاب کرده خود را در اساس پداگوژی و انکشاف فرزندان خود و در مجموع به حیات جامعه تاثیر منفی رسانند. در این دوران حکمت پرمحتوای خلقمان را همیشه در خاطر باید داشت که میگویند فرزندان خود را هنر و علم بیاموزید و آنها را چنان باید تربیت نمایید که عاقبت رشک غم از ده‌های پرمه نریزد. چنان که دیده می شود در نتیجه به مسئولیتی و به نظراتی بعضی از پدر و مادران ایده از نورسان جوانان به تربیت مانده به کارهای ناسایشته دست میزنند. در کوچه و خیابانها از صبح تا شام گشت‌وگذار می‌نمایند و با شخصان بدرفتار همراه شده به عملهای ناسایشته دست میزنند. امروز در جامعه ما داخل هستند که اگر در عائله پنجی و روی سرجمه و در به اتک و استتک باشد اون عائله خوشبخت و حساب می‌رود. معرفت و معنویت و بهترین عنعنه‌های اخلاقی گذشتگان ما از نسل به نسل انتقال یافته و یک مکتب بزرگی تربیت اخلاقی اجتماعی و معنوی شخصیت بنیاده می‌گردد. آداب و اخلاق جوانان و خوانندگان. تربیت و افراد و مفهومی به همدیگر القمان وابسته‌اند. تربیت و شخص تربیت گیرنده از آنها به فرزند موفق تصمیم بخشد که تربیت دهنده صاحب آبروی احترام باشد. در تربیت فرزند آبروی پدر و مادر مقام مهم را اجرا می‌کند. در جریان تربیت تمام امکانات آبروی والدین با تاثیر مقصدناک با شخصیت کودک روانه کرده می‌شود. یعنی آبروی تربیت دهنده برای انکشاف و تکمیل شخصیت کودک استفاده باش از عزیزتر ما را از ضرور است که برای ترک کاملیت فرزندان از همه شرایط‌های دنیا و حیات زندگی از نحل اومد آنها کامشین شود. فرزندان این قبیل دارای اخلاق آمیته و ذهن برو از خود کلان را عزت و حرمت کرده آنها مسئول شناسند و در چاره‌بینی‌های داخل مکتبی بیرون از آن نیز فعالانه اشتراک می‌کنند. با چنین خوانندگان کار کردن آسان است. مسئله تعلیم تربیت نرسان در همه دور زمان در مد اهلی جامعه قرار دارد. بدون تربیت و تعلیم درخشان فرزندان امید بستن لازم نشاید.
برعکس در اولیه‌های طبقه نسبتا کم‌بودجه جامعه رفتار کردار خوب بیشتر به نظر می‌رسد. زمانی پرتضاد از ما پدر و مادران، آموزگاران و کلانسالان طلب می‌نماید که ما نوجوانان را در رویای وطنپرستی تربیت نموده آنها را به نظارت نگذاریم. تربیت مقصدناک فرزند کفی روزگار شایسته ماست. در کتابی وصیت‌نامه ابو حنیفه نعمان ابن ثابت آمده است که اول شخص باید علم آموزد و از روی علمش صاحب کسب شود و پس از آن عائله برپا کند. واقعا شخصی که علم و هنر داشته باشد خوار نمی‌شود و به بنیاد عائله سالم آماده می‌گردد. متأسفانه تربیت در عائله نه همیشه موافق مطلب صورت می‌گیرد. یکی از معماهای اساسی تربیت عائلوی این از حد زیاد خاراکتری حکومت‌فرمایی گرفتن آن میباشد. معمای دیگر در تربیت عائلوی این از حد زیاد ارکه و انجیل به وی رساندن فرزندان میباشد. از اندازه زیاد دوستداری کردن فرزند، همه گونه گناه او را بخشیدن و خانه کردن همه گونه خواهش‌های او به همین حالت آورده میرساند. چنین رفتار را والدان صادق مینمایند که رنج و عذاب زندگی را بیشتر کشیدند. فرزند امانت است در دست پدر و مادر و دل پاکی فرزند نفیس است و نقش پذیر. هر نقشی که در وی گذاری چون مشک به خود گیرد و چون زمین پاک است. هر تخمی که در وی بکاری بروید. اگر تخمی خیر و نیکی است به سعادت دین و دنیا رسد و پدر و مادر معلم در آن ثواب شریک باشند. اگر تخمی بدی افکنی و او را به حالت گذاری هر چه خواهد کند و با هر کس خواهد میشیند هرگز از او امیدی نیکی نکنید. عائله اصالت دارد و هرگز کهنه نمی‌شود. بنیاد عائله هوای هوس نیست. کسی که به زن خود خوش‌معامله است بلاشبه صاحب معنویات و کلام است. سرنوشت آید به با تمکینی عائله استوار. تنیشی پسرم را با تو صحبت کرده می‌خواهم. پسرم همین کلید را میگویم. بسیار هم دختری عاقل و دانا، خوش رفتار، خوش معامله. تو چی میگویی؟ آماده چلوم از شما جدا خوشمعامله ترین کسی نیست. این هم با شرافت دعا شما چنین همسر نصیبم گشت. گوش کن پسرم، تو با کلید کمتر صحبت کن. پرس مکتب را عالی ختم کرده است یا اینکه نه؟ اگر ختم نکرده باشد هیچ گپ نه. او را برده به یگانجا داخل میکنیم. خوب مادر جان، تشکر برای دستگیریتون. حتما میفرستم. رفته السلام. برای در خوش خبر دارم. اگر گویم باور نمیکنی. گوش میکنم. این چه خوش خبر بوده؟ مادرم میگوید که تو را به یگان دانشگاه برده داخل کنی که عاقبت یگان مشکلی برای پیش نمیاد. نه شما چی میگه؟ من با این فکر شما راضی نیستم. السلام مادر جان. السلام کلی جان. هر چی گپ شد کنیشی؟ مادر جان آجای پسرتون به نزد من آمد تا که از من پرسد که برای تحصیلم رو دوام دادن دوباره و دانشگاه که دانشکده راضی هستم یا که نه. ولی من برای فکرش راضی نیستم. شما چی میگویید؟ چرا راضی نیستی؟ عجب کلی جان، عجب دختری ساده هستی. خواندن برای تو ضرور است. تو باید که خونی. من برای فکری تو راضی نیستم. تشکر مادر جان، ولی به من خواندن چی دادی؟ در خونه میشینم کارهای خانه رو میکنم به شما یاری میرسونم. نه کلی جان، این فکری تو نادرست است. تو باید که خونی. خواندن و دانش تو در آینده آبروی تو را بلند میبردارد. تشکر مادر جان، شما بهترین مادر ازدار و یگان خوشامد دوباره به کنش امکانیت خواندن و تحصیل کردن را نمیدید. پسرم بازی رفتم جدهای همسرت را گرفته که حالا سری وقت است. خوب مادر جان، خود یازی از کفایش میشوم. رفتم کلی جان، ما با تو در سر دسترخوان نشسته کمتر صحبت میکنیم. برمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روی آورید و از او طرز حل مشکلی، معما و فضاهای عالمی را آموزید. در راههای زندگی آهسته رو، پیوسته رو، بشکن هزاران صد راه اما دل نشکسته رو. دانی که میفهمد تو را، دانی که میخواهد تو را، در خاطر اهل خیرت چون مثل برجسته را. عائله‌داری بسا روندی مرکب است که برای بنیاد پایه آن همه طرفه باید استوار بود. عائله چیست؟ عائله واحدی اساسی جامعه می باشد. اگر اعضای عائله نسبت به همدیگر محبت و احترام صمیمی داشته باشد
در این خانواده خوشبختی حکمرانی است. قوی و با قدرت شدن یک ملت از سالمی بودن عائله‌های آن وابستگی عمیق دارد. تنظیم عائله برای سالم بودن عائله‌های آن وابستگی عمیق دارد. عائله از چه آغاز می‌یابد؟ عائله سالم، فرزندان سالم، اداره کردن توانستن احساسات و میل و خواهش خود، برطرف نمودن مشکلات عائلوی و پیمان وفا کردن میباشد. والدین خویش را دوست دارد، جشن‌های عائلوی و با اهل عائله خیر کردن آنها، استراحت با اهل عائله، آینده حیاتی عائلوی را جدی‌تر کردن لازم است. عائله اساس دولت است و دولت هم از جامعه پیدا شده است و بنابراین عائله به دولت و جامعه تاثیر خیلی مهم می‌رساند. عائله از دوره‌های پیش پیدا شد، دوره‌های پیش به وقوع آمده است که حضرت آدم علیه السلام این عائله را تشکیل داده است. یکمین عائله را هستند عائله‌هایی که در محبت و صمیمی صداقت بنیاد می‌گردند و این صمیمی صداقت تا آخر عمر آنها باقی می‌ماند. به این معنیش خیش احمدی توحیش در اثر نوازش و وقایع خود در باب آداب عائله‌داری چنین گفته است: مرد باید که در لحاف چون کودک بود و باید که خندان به خانه درآید و باید که هر علاج را در وقت نگاه دارد و باید که به فهم و اصطلاح حالی برآید. عائله‌داری چیزی مرکب است. در حیات عائله در برابر شادی و خرسندی باز غم و غصه، ناسازی و رفتگی نیز به وجود می‌آید. در عائله‌ای که عزت و حرمت برتر نموده دشواری خود آسان می‌گردد. عائله مقطع وطن‌دوستاری است. اگر انسان پدر، مادر، زن، شوهر، خواهر و برادر خویش را دوست ندارد یا چه محبت به وطن دارد. عائله چون جزئی جداناپذیر و عائله سالم وابسته است. عائله بیرون از روندهای جمعیتی وجود داشتن نمیتواند و ذخیره‌های محنتی به آن برداشتن استحصال، ثمرگی، محنت و مهاجرت، سلامتی اهالی، از خودکونی، پایگری‌های مادی و معنوی، تمکین روزگار، محنت و استراحت، تربیت نمودن کودکان و مهیا نمودن شرایط خوب برای بازنشستگان، همه این طرف‌ها از شکل طبیعت و سختی عائله وابسته دارند. اگر تربیت نخستین هر فرزند از عائله وابسته باشد، پس سبب به وجود آمدن ماجراهای عائلوی هم از معامله غیر مقبولی اعضای عائله به فرزند است. از این خاطر میتوان خلاصه کرد که محیط فراگرفته جوان پسران و دختران آنها را به زندگی مطابق و آمد نساخته است که این است به اهمیتی والدین از هر دو طرف و نیاز داشتن خود نوخاندان را به تجربه روزگار، تعلیم و تربیه عائله‌داری شهادت می‌دهد. سعادتمندی عائله جوان چنین صفت‌ها را از مرد و زن تقاضا دارد. آنها باید پیش از همه تندرست و سالم و خوش‌اخلاق، با آداب و خوش‌زبان، عاقل، با تدبیر و فعال، با سواد و شرع، مهمان‌نواز و با هم سازگار باشند. برای تامین سعادت زندگی یکجا کوشش و تلاش کنند، زیرا برحق هر کی صاحب تخت است، اما نه هر کس صاحب تخت است صاحب بخت است. انسانی فرهمند پیش از آن که عائله برپا میکند باید در انتخاب همسر که مهمترین مسئله در پایداری عائله سالم است اندیشه نماید. در تاجیکستان حالا 20,000 کودک از جهت جسمانی و یا نقص داشته هستند که تعلیم و تربیه آنها را بر دوش خود گرفتند. مناسبت در عائله محرمانه، صمیمانه، با اعتماد، بی‌غرضانه بوده، با غمخواری و توجه به یکدیگر فرق می‌کنند. در مناسبت عائله، مناسبت بین زن و شوهر، مناسبت محبت، تفکر یکدیگر، غمخواری یا یاری یکدیگر، احساس خرسندی و خوشبختی معین کننده میباشد. سنچه عایب با عائله نوست. عزیزم بیا با تماشای یگان فیلم یا با یگان باغ رویم. چی گفتی؟ میلش میرویم اما خوابم نیستم. بیاید جمع میکنم. نترس، هیچ چیز نمیشود. من هستم کو. حاضر.
های کلمه خوبالوس با کجا اینقدر باشی تو دسترخوان را کشاکی و دردگانه هایم باز مرا در نجامها شرمنده نکنی. مادر جان ما با همراه پسرتون به چم را بسرم هرچی ای دخترشون خدا روستش چشمانم افتی خونو کرد در بود خونی پسرم را کنه بری مکده خودی روسته کرهویا چه خوب مادر جان. اگر که پدر و مادرت به تو چیزهای ایتالیا و ترکی میخردن امروز تو همراه ما چونی سخنها رو نمیکردی. گدای قشلاقی سمت رو از کجا یافته باشد چی دید دست در تو من نمیدونم. یگان کار رو کردن نمیتوانی از دستت یگان کار نمیرد باز زبان دراز گپ میزنی. مادر جان کلی نتونم میتوانم در کجا باشد هنوز تیار نشده است. ای هم در کجا بودنی همسرت رو از من میپرسه او فعل میان اندر کرده کلی کردن گفتم راحت میشوم که برعکس شد کو. مادر جان چرا اینقدر ناشکری میکنید کلی نتون میکند کو. انا دیدی نگفتم بیا دختری افهم را کلیم کنم حضور خونه کایها آواز تیزلک میکرد تو باشی چیکار کردی یک دختر دهاتی رو گرفته و نکاح در آوردی که من عموما راضی نبودم. مادر جان من از همسرم راضیم برایم یک سخن معاشرت خوبش پسند است چون که میگویم با خشک خدا شدی در زندگی تباه شدی خیر من رفتم. اگر گفتی من رو میگیستی امروز هم خانه صاحب چیز چاره میشد و هم صاحبی نبیره میشدم. مادر جان من چیکار کردم چرا این طور میگوید از برای خدا پیش پایتان غلطم نکنید این کارو. ای افتخار کدر بود دف شوره و از خونه من و از سرم هم دور باش. ای افتخار کدر بود دف شوره تا که روی خود رو نبینم. سلام مادر جان کلی نتونم میتوان در روشونه باشد. من میدونم بسرم کلم خر کرده رفت. بس این همه عیب و گناه شماست از اول او را نمیخواستید مگر شما کلی نبودید خطا نمیکردید هوش و خیالتان فقط بر پول مال بند بود خوشبختی مرا نمیخواستید اکنون مرا هم از دست دادید. آه خدایا من چیکار کردم. سلام همسایه نرگس تو باید در کجا باشد. ای همسایه جان کلین‌های حضور از کجا قدر و قیمت شبها رو پشت من را میدونند خیر کردو من نمیستم گفت تو رفت ای رود تا کجا نرود از وی بیزارمه باید سرم در کرده. شما را هیچ نفهمیدم از کلی کرده گتان دایما به ملب دید اکنون پیش کرده ای همسایه. خیر من رفتم. خیر مادران عزیز فرزندان و دخترمان و کلین‌هایتان را دوست دارید و خوشبختی فرزندانتان خوشبختی زن نمایید. وقتی پدر و مادر از جای در نتیجه رفتار فرزندان آنها باعث ویران کردن حقوق دیگران و ترتیبات جمعیتی می‌گردد. عهده‌داری‌های عائله بیت خود را دانند اعضای عائله بودن از خصلت‌های عالی انسانی برخوردار باشد. رفتاری اعضای عائله سزاواری عبرتگیری باشد. تماما گفتم میتوانیم که یک شوخه صاحب علم و معرفت است بر سرها دائم به مسئولیت پیروز میآید مثل یعنی که تاریکی شب را روشن میگرداند. ثانیاً زمان وقتی که پدر و مادر از اجرای عهده‌داری خود آیا به تعلیم و تربیت فرزند سرکشی میکنند یا به طور دخل‌دار اجرا نمیکنند یا به طور دخل‌دار اجرا میکنند آنها باعث ویران گردیدن حقوق دیگران و ترتیب جمعیت میگردد که در چنین حالت اجرای عهده‌داری آنها در زیر مجبوریت دولتی عملی کرده میشود. پدر و مادر می باشد. بیاید والدان عزیز سیوژت نوبتی را با هم تماشا نموده بعدا میخواهیم پدران و مادران عزیز به یک دو سوالهای موجب و مشخص گردانیم. سیوژه تربیت کودک و سوال و جواب. زنده میشود معمول میدیم در حالتی که فرزند میخواهد درس تیار کند در اینجا باشد به نزد مادر اومده یعنی درس خود را با مادرش میخواهد بفهماند اما مادر باشد از این سرکشی میکند در حالتی یعنی آرایش دادن خود میگوید رو من با آرایش خود مشغول هستم
ва ба назди падар меояд. Дар он вақт ҳам бошад падар саркашӣ мекунад дар ҳолати кор бо компютер. оқибати фарзанд ҳамин мешавад, дилаш аз дарс тайёркунӣ мемонад, яъне дигар хондан намехоҳад. Он фикрҳое ки кӯдакӣ мекард бо бозича, яъне бозӣ мекард, он яъне ба техника табдил меёбад. Амро бошад ҷиноят содир мекунад. вақте ки пас аз 10 сол мегузорад, фарзанд аллакай ба син балоғат мерасад, бо ҷураҳои нохалаф ҳамроҳ шуда онҳо даст ба ҷиноят мезананд. ва дар ин раст бошад, онҳо ба назди шахсе мераванд ки аз онҳо яъне қарздор аст ва он ҷураҳое ки нав пайдо карда буд, аз ин фарзанд сӯистифода мекунад. ва онҳо бошанд зери латукуб он шахсро қарор медиҳанд, аз ӯ ба зурӣ пул меситонанд, ӯро зери латукуб қарор медиҳанд ва баъдан ба майхона мераванд. дар ҷо ҳарфҳои дағал суханҳои қабеҳ гуфта мешавад, зеро ки дар ин ҷо ҳама ба латукуб қарор дорад. аммо баъдан ба майкадаҳо рафта ба нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ машғул мешаванд. ба ҳамаи мо маълум аст ки дар ҳолати нӯшокии спиртиро истеъмол кардан зуд ба системаи такягоҳ ҳаракати инсон таъсир мерасонад ва одам яъне шахсият худдорикунии худро аз даст медиҳад. баъди аз майхона баромадан онҳо байни худашон муросо мекунанд, гапҳояшон ба истилогия мегурезад, байни худашон ҷанг мекунанд ва ба гурӯҳ тақсим шуда ба ҳамдигар меҷанганд. дар ин ҷо бошад аз тарафи шахсе ки дар байни онҳо нав мисол қарор дошт, аз тарафи он як шахс захмдор, яъне дӯсти худашон захмдор карда мешаванд ва оқибати фарзанд бошад ба паси панҷара мешавад. ин буд сюжети навбади. тарбияи аввалини кӯдак аз куҷо оғоз меёбад? тарбияти падару модар ояндаи кӯдакро то куҷо оварда мерасонад? муносибати муоширати боиси сазовори ибрати фарзандон мегардад. муносибати муошират боиси сазовори ибрати фарзандон мегардад. нодида мегиранд. чаро? чӣ кор машғул ҳастанд? ҳамаи корҳои кардаи онҳоро нодида мегиранд, лекин пеши онҳоро намегиранд. барои чӣ? сабаб чӣ бошад? хушҳаму ҷоварӣ дар оила боиси коста шудани рӯи сӯрии кӯдак чӣ бояд кард? ман маълумоти мухтасар амиқ диҳам. марамад якум саволатонро диҳед. сарчашмаи тарбияи аввалини кӯдак аз куҷо оғоз меёбад? ба фикри ман сарчашмаи аввалини кӯдак ин оила аст. набояд мо ҳама корро аз дӯши омӯзгорон гузорем. ҳама вазнини тарбияи фарзандро аввало омӯзгор дар мактаб дар синфи якияш ёд медиҳад. ба ӯ хондан, навистан, тарзи гуфтору рафтор. аммо мо бояд аз ҷиҳати моддию маънавии фарзандро бояд мо тарбия кунем. моддию маънавӣ гуфтор чиро дар бар мегирад? сару либос, ҳама он олатҳое ки ба хондан дар кор аст, мо бояд онро мушаххас, яъне ба таври амиқу дақиқ мо ба он фарзандамон муҳайё намоем. марамад саволи дуюматон. бемасъулиятии падару модар ояндаи кӯдакро то куҷо оварда мерасонад? дар зери мафҳуми бемасъулият на танҳо рафтору кирдори ношоистаи фарзандон, балки рафтору кирдори падару модар ҳам дар мадди аввал аст. зеро вақте ки фарзанд як кори ношоиста мекунад, ин аввало аз оила вобаста аст ки ӯ пешакӣ ба ин масъулиятҳо дода шавад ки аз ҳамин роҳ гардад. чӣ гуна муносибату муошират боиси сазовори ибрати фарзандон мегардад? аввало муносибату муоширати падару модар дар оила ҳатмист. зеро падару модароне ҳастанд ки баъзан падарҳо ба нӯшокиҳои спиртӣ даст мезананд дар ҳолати
матҳуш буданашон ба хона меонад ҳар гуна ба ҳамаи мо маълум аст ки гапҳои қабеҳ гуфта мешавад. аз ин лиҳоз фарзанд метавонад онро дар системаи асаби худ зуд қабул кунад, зеро гуфтанд ки варақ сафед аст, то ба ӯ қалам накашем доғдор намешавад, ягон чи муайян намешавад. аз ҳамин сабаб вазифаи падару модар дар он аст ки тарзи гуфтор, рафтор дар назди фарзанд дигар бошад. бояд чӣ тавре ки падару модар рафтор мекунанд, ман фикр мекунам ки фарзанд ҳамонро дарк карда дар оянда ҳамин хел рафтори падару модарро шояд истифода барад. баъзе падару модаре ҳастанд ки гуноҳи фарзандашро мебинанд, аммо гуноҳи фарзанд нестанд. ва баъзе падару модаре ҳастанд ки барои гуноҳи кӯчак фарзандро бадбинӣ мекунанд. бузурге гуфтааст, фарзанд агарчи тӯдаи хокистар аст, сурмаи чашми падару модар аст. набояд ба як гуноҳи кӯчак фарзандро мо бадбинӣ кунем, балки ӯро аз роҳи бад гарона ба роҳи дуруст ҳидоят намоем, то ин ки дар оянда дар байни ҷомеа ҷои худро ёбад. хушунату зӯроварӣ дар оила боиси коста шудани рӯҳи солими намудани ин чӣ бояд кард? барои пешгирӣ кардан, яъне мустаҳкам қайд кардем, дар ҳолате ки падару модар ба ҷанг, яъне ба гуфтугӯи қабеҳ дар байни оила ҳозир доранд, худатон фикр кунед аз байни онҳо чӣ хел фарзанд ба воя мерасад. ман фикр мекунам ки яке аз ҳамон падароне мешавад ки ба нӯшидани нӯшокиҳои сипиртӣ ва ба ҳамон яъне гапҳои қабеҳ гуфтан дар оила машғул мешавад. чӣ бояд кард ки оилаҳои бармаҳал вайрон нашаванд? яъне чӣ хеле ки маълум аст, қариб дар як сол зиёда аз 200-300 оила хонавайрон мешавад. талоқ бисёр шуда истодааст аз оилаҳои ноҷавон. ин аввало сабаб дар он аст ки писарон бармаҳал оиладор мешаванд. вақте ки фарзанд синфи 11-ро, яъне таҳсилоти миёнаро ба итмом мерасонад, зуд падару модар ба он яъне ҳамсар, яъне зан медиҳанд. барои чӣ ки дар хона духтар нест, бояд ёрдамчии падару модар бошад, аммо фикр намекунанд ки духтаре ки сину солаш ҳозир нав ба балоғат расидааст, оё ӯ ба зиндагӣ тайёр аст ё не, ё ин ки фарзанде ки нав мактаби миёнаро хатм кардааст. бояд духтарон аввало ҳама касбу коре ки ба хона, ба оила, дар оила даркас дода шавад, аз тарафи падар бошад. падар сутуни хонадон аст мегӯянд, модар бошад чароғи хонадон. сутуни хонадон ҳамон маъно дорад ки мустаҳкамии хонаро падар дар ӯҳда дорад, аммо он пешбуди хона бошад модар. аз ҳамин сабаб аввало бояд маслиҳат дода шавад пеш аз хонадонкунӣ, маълумот гирифтан даркас ки ҳамсари ояндаи фарзандашон оё басавод аст ё ки бесавод. аз ҳамин сабаб падару модарони азиз, ҳамиро гуфта накунед. ман ҳозир шахсан худам ки дар синфи 11 мехонам, муайян кардам ки ҳамаи косташавӣ одобу ахлоқ дар ҷомеа аст. зуд мехоҳанд хонаҳои бадабдаба дошта бошанд, мехоҳанд аз шоти, яъне аз ҳисоби оилаҳои бой ба давлат келин кунанд, аммо ин кори мо хато аст. вақте ки фарзанд духтар умуман соҳиби савод бошад, ҳеҷ вақт ба вай яъне шавҳар намекӯбад, ҳамон шавҳар ба назди ҳамон духтари басавод худаш мебиёяд. алвақте ки писар соҳиби маълумоти олӣ бошад, ба ӯ ҳам ҳеҷ вақт ҳамсар гуфтан дар кор нест, зеро ки ҳар як чиз 5 панҷа баробар нест. ҳар як шахс дар зиндагӣ ҳар корро метавонад кард, аммо оилаи солимро сохтан ин кори душвор аст. حسنی مردی رو کم نگردد. زنها مانند گل سرخی هستند که اگر مادر کسی بهیمت باشد، دیدار شریف او غنیمت باشد. از مخزن پند او بگیر ارزانی، فردا چی کنی که گنج قیمت باشد. واقعا هم زن مادر، امروز زن در خانواده مادر است، خواهر است، خاله است، بیبی است، ینگه است. زن مادر یکی از جنس‌های لطیفی است که همه کار و بار زندگی بر دوش زن مادر است.
ҳамаи он чизҳо корое ки зан мекунад мардо он корҳоро нодида мегиранд. ҳамаи таълиму усулҳое ки ба фарзанд лозим аст онҳоро бар дӯши зан модар мепартоянд. видаи худро нисбат ба фарзандонатон набинед. ҳар як корҳои кардаи фарзандонатонро сари вақт дастгирӣ намоед ва кӯшиш кунед ки дар оянда онҳо танқисие накашанд. мебошад ва зан монанди обгинаи латифе мебошад ва нагузоред ки он мисли дигар афсурда ва пажмурда шавад. از به تصویر رسیدن قانون درباره موقع زن در جامعه اینقدر وقتی زیاد نگذشته باشد هم زن تاجیک موقعش را در همه سمت‌های مهم جامعه پیدا کرده است. مسئولیت مهمترین در زندگی به دوش زن مادر واگذار است. هرچی بیشتر زنان و دختران ما صاحب معلومات با معرفت با فرهنگ باشند همانقدر جامعه ما آباد و زیبا می‌گردد. زنی تاجیک طبیب، حسابچی، معمار بوده در ساختارهای قدرتی و حزب حقوق و در پارلمان همچون واقع سهمی ارزنده و بارز دارد. خانه درآید با اهل عائله با زوجه‌اش خوشحال و سالمی باخوری کند و اهل عائله او را با چهره خوشحال استقبال نماید. این رفتار به همه اهل عائله تاثیر خوب می‌رساند و شرایط روحی عائله متعدل می‌گردد. از همه مهم در عملی آنها عبرت می‌گیرند و فعل و رفتار آنها موافق والدان فرزندان را به حیات مستقل عائلوی قدم می‌نهند. زن همچون نمونه عالی در جامعه بوده وظیفه اصلی زن تربیت فرزند سالم می باشد زیرا آینده دولت و ملت محض در دست جوانان است با رسالتی که زن در عائله مقام واژه دارد و همه بعد از اینکه حیات خصلت و رفتار حمیده انسانی صبوری و عاطفی راستکاری و پارسایی را در زمینه فرزندان تربیت می‌دهد. زن تاجیک و فرهنگ و مدنیت مربوط است. هر یک زن را ضرور است که مسئولیت و معرفت خویش را گرامی دارد. زنانی که کودکانی نابالغ دارند درباره عاقبت رفتارشان تماما اندیشه نکرده به خیانت دست میزنند که چنین حالت باعث اضطراب و تشویش جمعیت میگردد. به این سؤال روز کی عیب دارد؟ جمعیت چون عنعنه همه عیب را به سر زن میپرتاید. هیچ کس درباره تنقید فرزندان که در عائله معمولا در پرستاری زن میمونند فکر نمیکنند. برای فرزندان باشد مناقشه و جداشایی پدران و مادران فاجعه بزرگ است. پیشرفت تمام جبهه روزگار به دانش وابسته است زیرا زن قوه بزرگ است. در اندیشه آنند که بچه مکتب رود معلم تربیتش را میکند به خبر از آنند که در این صورت تربیت هم دیر میشود و هم دشوار و اگر در این زمینه یگان تجربه به عمل آید اصلاح آن برای پدر و مادر و در آینده برای معلمان مکتب همکاری بسا دشوار میگردد. عائله ستون جمعیت به حساب می رود و باید پیش از به جمعیت وارد شدن کودک تدبیرهای ضروری در عائله اندیشیده شود. حقوق کودک نزد پدر و مادر امانت است و به آن خیانت نباید کرد. تا به بلاغت رسیدن آنها این امانت را حفظ و احترام نمودن باعث به کمال رسیدن فرزندان سالم و صالح خواهد بود. حقوق کودک زن و شوهر برای آستگی فرزندان و سعادت عائله باید گذشت کردن و آموزند. ایستادگی کرده گپ خود را گذرانیدن سبب نزاع‌های عائلوی می‌گردد. طبع همه اهل خانه را خیره می‌گردانند و عصب‌ها هنوز در انکشاف نبودن فرزند تأثیری بد می‌رسانند. مستفیدان دیده و تجربه اندوخته بهوده نگفتند که در عائله جنجال باشد فیض و برکت آن خاندان تا چند روز کاسته می‌گردد و در عائله که اتفاقی و دوستی شوق و خیرخواهی حکمران است عائله خوشبخت است و فرزندان بیست که اولین ملکه‌های تربیت را کودک از عائله می‌گیرد. قدم‌های اولین ملکه‌های تقلید و رفتار و گفتار محیط عائله باعث رفتن می‌کنند صدای گوناگون می‌گیرد. کودک هم عمل به دستگیری و اسنادگیری دارد. پدر و مادر می‌توانند از روزهای اول حیات تا موفقیت تحصیل نمودن او و مکتب اساس گذارند. برعکس در عائله‌ای که همدردی، صمیمیت خود و عزت و احترامی و دیگری وجود ندارد و جای آرامی و خوشبختی کیمیایی ستیز ماجرای روافتگی به وجود می‌آید و پایداری به هر یک اعضای عائله
کودکان وابسته نمود نتیجه تحصیل و تربیت با مکافات‌های قیمت‌بها و منتظم اجرا نمودن درخواست‌های پولی و مالی فرزندان بر عوض عملکردهای ذکر در همه وضعیت گرفتن طرف کودک و همکار نشان دادن که در چشم او با عاقبت ناخوشی آوردن می‌رساند و فرزندان این گونه والدان و اطرافیان و حیات شخصی خویش و خانواده‌شان تشویش‌های زیاد بنیاد آنجا می‌کنند. پوشیدن است که کودک ابتدای تربیت را از عائله می‌گیرد و زیر تأثیر آن آهسته آهسته خصلت‌های مثبت منفی پیدا می‌نماید. بنابراین عائله باید چنان باشد که کودک از آن تنها رفتار کرداری نیک آموزد. نسل در محیط خانواده، عائله، مکتب، جامعه به کمال رسیده می‌تواند. همین سه محیط است که آداب را بخشد. اصلا وقتی که انسان به عالم هستی قدم می‌نهد، ذهن و مفکوره او خالی از فکر و عقیده‌هاست. مثلا از زبان کودکان هرگز یگان حرف و از خن خبر، دروغ، غیبت، دستمال را نمی‌شنوید و یا از جانب آنها نشانی به احترام، فشار و زورآوری، خشم و غضب ظاهر نمی‌شود. از این رو تمام رفتار و گفتار خردسالان به کلانسالان رسیده است. پس می‌توان گفت که تربیت سالم و یا درست به کمال رسیدن فرزند به واسطه از محیط زیست، رفتار و کردار والدین، کلانسالان عائله وابستگی قوی دارد. هرچند که عائله در پناه دولت است، ولی جامعه باید برای مستحکم شوی عائله‌ها و بلند برداشتن معرفت عائله‌داری تدبیرهای مهم و ضروری را اندیشد. بهر بالدخاطریش ما یک رقص زیبا در اجرای خواننده صنف هفتم به وقتی رقص موزونت و چشمانی پرافزونت کبوتر در هوا آهو و صحرا گشته مفتونت. این پیوستگی در دل همه افتادان و آدمان جای گرفته میگذار همیشه مدام قدمهایتان از آستانه این درگاه علم و معرفت کنده نشوند. تربیت از سالم و فضیلت‌های خود والدان وابسته است.
مسئله مهم و اساسی این تربیت نمودن و همچون انسانی با معرفت شاداب و مدت‌روز و باید رسیدن فرزند میباشد که این مسئولیت به دوش اویله پدر و مادر میباشد. پدران و مادران و استادان گرامی هر آغاز را انجام میباشد هر نقطه کلام. اینک برنامه جدا نموده ما به آخر رسید و دقتتان تشکر برایتان سالمین از روزگار آرزومندیم. میخوام به جانشینی دیرکتور محترم طلبه قوال نگیره داده میشم. بعدا من از میناداری خود را از تمام خوانندگانی صنف هفتمی یا میرسانم به اونها میناداری خود را. اینچنین با معلمای عزیز ما پیروزشاه و فرنگیز که بسیار زحمت کشیدند. یک خرسک برای معلمه و باعثی است که حال است که امروز معلمه همه همین شما والدین عزیز را جمع‌آوری نمودند. در این زنی با حشمت نشستیم و ما افتخار از آن داریم که من اگر چنده که شما والدین عزیز جدا میکنید فرزند من در صنف 5 امونه 6 امونه یکی دیده که گپ در آیو یا نبوده است چند برآمدی ناز کردن احسن به این خوانندگان بسیار زحمت کشیدن. موضوع ها نیز بسیار موضوع مهم بود. همه جهت های آینه را بررسی نمودند. شما نیز میتوانید از همین درس کشادی نمونوی معلمه یگان چیزی خوب برداره، یگان تاثیرات ناز بردارید. آینه های جوان نیز میتوانند از اینها چیزی بردارند و من دختران پسران نیز در همین روحیه آینه سالم به همین واسطه تربیت کرده میشوند. اگر چندی که معلمه جوان هم هستند بسیار کوشش میکنند با موضوع به نهایت مهم دست زدن و باوری دارم که من همین تمام خوانندگان صنف هفتمی و وقتی که اینها به بلوغت میرسند هشتمی یا به بلوغت میرسند ما آنها را به شوهر میدیم آینه دار میشوند باوری دارم که یگان کمبودی از طرف اینها دیده نمیشود. برای اونه که در همین معلمه همین جهت را بسیار هم خوب بین‌وبر گرفتن بسیار تربیت خوب کردن و اینجا باز جهت‌های دیگری بود که والدان را نیز تربیت می‌نمود. والدان نیز باید بهره بردارند. یک بار دیگر تشکر میگویم و قید کردن در کار است که شما نیز والدان عزیز کوشش نمایید که فرزندانتان در روحیه وطن دوستی در روحیه همین تربیت درست تربیت یابند و همه همون منبع‌های تربیتی که هست تربیت خوب گیرند کوشش نماید. برای اونه که اگر چند فرزند شما 5-6 ساعت در مکتب باشند باقی در وی شما است در اختیار شما هستند اونها نظارت کنید تربیت برید زیرا مکتب اگر چند که به اونها تعلیم هم دهد اگر ما تربیت را سخت‌تر کپیم تعلیم خفا میموند تعلیم را کپیم تربیت خفا میموند. برای همین دستگیری شما لازم است. تربیت از دو جانب است. شما نیز در برابر این نیست در برابر اونی که ما تربیت میدیم شما نیز فرزندان خود را تربیت نمایید چون که آینه یک چیزی مهمی دعوتی است و همه برد باخت ما از آینه آغاز می‌یابد. دنیا عزیز در مکتب ما می‌بینیم در مؤسسه ما آینه که ناسالم است همون تربیت فرزند نیست اونقدر درست نیست فهمیده میشوند ما می‌بینیم. برای همین کوشش کنید که اولا آینه شما سالم باشد تا اینکه فرزند شما تربیت سالم گیرد و نسل سالم را نیز همه ما یک جای به وای رسانیم. یک بار دیگر تشکر زیاد و همه شما موفقیت و برای همه وقت در چاره‌بینی‌های ما فعالانه اشتراک نمایند و پدر و مادران نیز در این چاره‌بینی‌ها فعال باشند اشتراک کنند. تشکر زیاد. معلم عزیز ناز کردید اول حضوری والدین در اینجا حتمی بود. اگر گفتن که عقل‌های رو یاری دهند اگر همکاری ما نسبتی تربیت نسل نوراست بسیارتر شود من باور دارم که این گونه
یعنی جشن‌ها یعنی شب‌نشینی‌ها بیشتر می‌شود و این باشد همش با همین فایده طلبه‌های مؤثر می‌شود. یعنی اول با فایده خودتون که یک معلومات مختصر و اویدی تربیه نسل نو را از فرزندان خود می‌گیرید. ما همچون رئیس سازمان طلبگی مکتب امروز در این موضوعی که اینو بررسی کردن اویلا سرگاه تربیه این البته موضوع بسیار خوب بود. یعنی از جهت مادی و معنوی موضوع رو مکمل کردن، بسیار معلومات های مشخص دادن، فرمان های جناب عالی محترم معماری رحمان رو پورا با ما معلومات دادن. الان ما اون صحنه‌ای که در آخر یعنی با معنای حوزی همه شما میدونید از کلمه خوشنمایی سولی البته شما میدونید که یعنی خواست کلین خودش یعنی با دانشگاه داخل شود، یعنی صاحب معلومات باشد. اما این مینوسی کاری کلین از طرف خودش شد که روزگی نداد. معلوم میشود که در اینجا همون کلین از اول بیسواد آمده است، یعنی در اویله بیسواد تربیه یافته است. اگر مثال ما پیشگیری کنیم این کارو، همون دختر اونقدر بعد نمود است در آخر مثال از کاری کرده خودش پشیمان شد. حالا باشد من یک بار دیگه از نام تمام خوانندگانی که در اینجا یعنی اشتراک کردند منتداری خود را با اهل والدین از آن جمله با معلمه پیروزشویeva فرانگیز میرسونیم که چنین یعنی شبنشینی رو گذراندن و همه ما را در اینجا دعوت کردند. از آن جمله من باور نداشتم که من در اینجا حضور میشم یا که برآمد میکنم. من یک سری قدم خواستم ببینم که چی گپ است، لیکن من بسیار معلومات های مشخص رو گرفتم. حالا که من اگر همکاری ما بسیارتر شود من کوشش میکنم تا آخری سال این گونه یعنی جشنواره بسیار میشود. اول این همه از شما وابستگی است. تشکر زیاد. مرحمت ولای محترم. پدران مادران عزیز، این بسیار همین کاری تشکیل کرده معلمه یا که شما چه بسیار خوب بسیار نه درباره اویله فرزند این بسیار کلمه بهترین خوبترین گفت که حاضر همین فرزندها نه که اگر همین گپ و گفتارا رو در کلاشو گیرن نه اثر چکنن. من باوری دارم که بعضی اویله و خونه و پدر و مادرها را ممکن تعلیم و تربیت کنند. گفته از فرزندی خوب باقی پدر، فرزندی بعد داغی پدر. این همه تعلیم تربیه فرزند یکم درجه ای اویله سر می شود از خاندان. مسئولیت بسیارتری فرزند بر دوش مادر است. لیکن در اویله‌ای که مادر پدر یک نمود فرزند تعلیم و تربیت نمی‌کنه، آن فرزند هیچ وقت به یک جایگاه نمی‌رسد. در اویله باید که پدر و مادر مسئولیت خوب داشته باشند که فرزند خود رو تعلیم و تربیت خوب بدهند که وای انسان خوب و نازل شد. اگر بی‌طرفی شود مادر یک طرف و پدر یک طرف این نمودم چی نمی‌شود. تعلیم و تربیت فرزند بسیار دشوار است. لیکن حاضر مثال همین یک چند وقت پیش خیلی که همین می اومدیم این طلبه هیچی و اون چی نشد. نه که حاضر بسیار دیگرگونی خوب بسیار ناز. اگر همین خیلی کلکتیو جمع آمده بسیارتر شود، لیکن خیلی که در اینجا میبینیم که مادرای عزیز بسیارتر هم این پدرو خیلی که کارو برو دورم. اگر همین نوع یک کم زیادتر شود با فکر من باور دارم که برای هم پدر و مادر خوب میشه هم برای فرزند خوب میشه. همین کمتر تعلیم و تربیت خوب که ای اویله که اومد مکتب نکم دستگیری کنه انشالله خوب میشه. روز بسیار محبوب من رحمت سلام. اویله سلیم نسل سلیم اویله سلیم فرد سلیم اویله سلیم اویله سلیم اویله سلیم آینده سلیم اویله سلیم مدنیت سلیم اویله سلیم اویله سلیم اویله سلیم آداب سلیم اویله سلیم
Oila sargahi tarbiya. Oila sargahi tarbiya. بی‌مسئولیتی آنها در آنهمی سر می شود، بی‌مسئولیتی پدر مادر از همین سر می شود. الکی ما فهمیدیم که تا کدام اندازه، تا کدام درجه پدر و مادرانی که در همین سین فرزندان آنها می خوانند، تا کدام اندازه فرزندان خودشان را دوست می دارند، حرمت می کنند. در مدت 2 ماه، تا 2 ماه از بیچاره کودک دو سخن از یاد کرد.